فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا سعید سین از زابل نوشتن که فرایض غسل رو لطف کنید بیان بکنید و اینکه چند نوع غسل وجود دارد و چجوری غسل بگیریم. این مسئله غسل واقعا یک مسئله هست که یعنی زیاد مطرح میشه در سوال ها. اگر اجازه بدید من یه مقداری یعنی مفصل‌تر به این مسئله بپردازم. بفرمایید. از نظر اینکه اولین سوالش این بود که فرایض غسل یا ارکان غسل چی هستن. برخی از علما معتقدند که غسل فقط یک فرضی داره، یک رکن اصلی داره و اون رکن این است که تمام بدنش را به اصطلاح با آب بشوید، یعنی تمام بدن را آب بگیرد. این در واقع رکن اصلی غسل هست. و برخی از فقهای دیگر که میگویند که نه، دو رکن اصلی دارد، یعنی دو فرض دارد. یکی نیت هست، انسان نیتی رو قبل از اینکه غسل بکند نیت بکند، و فرض دوم هم این است که تمام بدن خودش را کاملا با آب بشوید. اما برخی از فقها به خاطر این که نیت یک عمل جداگانه هست و قبل از غسل است، این جزء شروطش قرار دادن و جزء در واقع ارکان و فرایضش قرار ندادن. به هر صورت این دو نکته رو حتما باید انسان توجه داشته باشه. اول این که نیت داشته باشه، و نیت چیزی نیست که بر زبان بیاوره، که بر زبان با زبان یک جمله رو تکرار بکنه اون وقت نیتش درست باشه. در غیر این صورت نیتش هم درست نیست و غسلش هم درست نباشه، چون چیزی وجود نداره. نیت غسل، نیت وضو، نیت نماز، نیت روزه یا هر عبادت دیگر همون تصمیم قلبی و باطنی هست که در قلب انسان تصمیم گرفته که مثلا غسل میکند، وضو میگیرد به خاطر اینکه پاک بشود، بتواند نماز بخواند. همین کافی هست. بر زبان آوردن هیچ جمله‌ای در هیچ عبادتی لازم و فرض نیست. نیت فقط و فقط اون چیزی است که در قلب انسان وجود داره. بعد از این رکن اول هست، فرض اول. پس بنابراین نیت هست، یعنی این که انسان با این قصد برود غسل رو انجام بدهد که من بتوانم قرآن بخونم، پاک بشم، که بتونم نماز بخونم یا عبادات دیگر رو. این فرض اولی هست. فرض دوم این که تمام بدن خودش رو از سر تا پا کاملا آب بگیرد و در واقع بشوید. این در واقع شرط دوم یا همون فرض دوم هست. این دو کار رو که انجام داد در واقع غسلش کاملا درسته. غسلش کاملا درسته، هیچ اشکالی رو نداره. اما کیفیت غسل به چه صورت هست؟ کیفیت غسل که غسل جنابت باشد یا هر غسل دیگری باشد که مستحب از انسان به اون کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل می‌کردند به همون کیفیت غسل بکنن. غسلی که از رسول الله برای ما بیان شده، دو حدیث در این زمینه داریم صحیح است، حدیث حضرت میمونه و حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما اجمعین، و کیفیتش هم به این صورت است. یعنی روش غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم به این گونه بوده که ایشان قبل از هر چیزی دستهای خودشون رو میشستند، یعنی هر دو تا دست رو تا بند دست 3 بار میشستند کاملا، و بعد از این وضو میگرفتند کاملا. به چه صورت برای نماز وضو میگیرند؟ به همون صورت وضو میگرفتند، یعنی آب در دهان میکردند، آب در بینی میکردند و کاملا وضو میگرفتند. یک وضوی کاملی قبل از غسل. منتها درباره این که پاها را بشوید در این وضو یا در این پاها را نشوید، فقها به دو دسته شدند، یعنی تعبیراتی که از حدیث وجود داره. برخی از علما میگن این وضوی کاملی باشه، حتی پاهای خودش را بشوید قبل از غسل، و برخی از علما دیگر میگن که نه، لازم نیست که در ابتدای غسل پاها رو هم بشوید، بلکه آخر وقتی غسل رو تمام کرد این پاها رو در واقع بشوید. این هر دو هم از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابته. و راهش اینه که اگر واقعا مثل امروزه هست که مثلا در حمام غسل میکند و در جایی نیست که آب زیر پایش جمع میشود و این آب مستعمل در واقع جمع بشه، در ابتدا وضوش رو کامل بگیرد، حتی پاهای خودش رو بشوید. اما اگر در جایی هست وقتی غسل میکند زیر پایش آب جمع میشود، روش بهترین است که این شستن پاها رو به تأخیر بیاندازد، زمانی که غسلش تمام شد بعد از این در واقع پاهای خودش رو بشوید. این روش اول هست، یعنی وضویی که قبل از غسل رسول الله صلی الله علیه و آله این کار رو انجام میدادند. اول دسته ها رو میشستند، البته قبل از وضو استنجا هم میکردند، یعنی زیر اندام خودش را و در واقع عورت خودش را
میشستند. این مانندی که برای نماز یا بعد از قضای حاجت انسان در واقع نظافت میکند و بعد از این به صورت کامل وضو میگرفتند و بعد از این روی سر خودشون آب میریختند. اول روی سر خودشون آب میریختند، 3 مرتبه آب میریختند و میفشردند، موها را تکان میدادند تا اینکه پوست سرشون خیس بشود و بعد از این تمام بدن خودشون رو در واقع میشستند. این روش غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که از هم حدیث حضرت میمونه و هم حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما اجمعین این کاملا ثابت است. اما چند نوع غسل وجود داریم. در واقع غسل فقط یک نوعی هست، یعنی کیفیت غسل اگر این حساب بکنیم، البته علما یعنی فقها اینو تقسیم کردن به یک غسل مجزه و غسلی که غسل کامل هست. غسل کامل همینه که من خدمت شما عرض کردم به این صورت باشه. یکی گاه وقتی این است که انسان شاید قبل از غسلش اصلا وضو نگیرد. این وضو گرفتن قبل از غسل لازم نیست. اگر کسی غسلش فقط این باشه که زیر دوش برود و تمام بدن خودش را کاملا آب بگیرد، این غسلش کافی هست. این غسل مجزه میگن. اما غسل کامل همین غسلی هست که قبل از اون وضو بگیرند و بعد از وضو به همین کیفیت که من عرض کردم در واقع این بدن خودشون رو بشویند. و غسل کردن در 5 مورد جزء واجبات هست، یعنی واجب هست که انسان غسل بکند و موارد دیگر مستحب یا سنت هستند. او یا این که به تعبیر دیگر در چه صورت‌هایی و در چه مواردی غسل بر انسان واجب می شود و تا زمانی که غسل را انجام ندهد نمازش و در واقع عبادات دیگری که نیاز به طهارت دادن در واقع انجام نمی شود. این است که در اولین صورتش احتلام هست، یا به تعبیر عامیانه‌ای که میگویند که انسان شیطانی شده باشد، احتلام شده باشد. و این کسی که احتلام شده باشد این میشه به چند گونه اینو تقسیم کرد. مثلا فردی خواب بوده و خودش میداند، یعنی به یادش هست و خاطرش هست که دیشب احتلام شده و آثار احتلام رو هم میبیند. خب غسل بر این انسان واجب هست و قطعا باید این غسل رو انجام بده. خب یک فردی مثلا فرض کنیم که شب تو ذهنش هست که احتلام شده، اما ظاهرا چیزی از آثار احتلام نمیبیند، لباسش کاملا پاک است. در این صورت غسل لازم نیست. فکرش اومده، خیال میکند، گمان میکند که احتلام شده، اما اثری از احتلام نیست، غسل لازم نیست. و صورت دیگری این هست که به اصطلاح یادش نیست، به خاطر نمی آورد که احتلامی صورت گرفته باشد، اما آثار احتلام هست. در این صورت غسل لازم میشه. پس بنابراین اولین چیزی که غسل را واجب میکند تفاوتی ندارد، هم برای مرد هم برای زن. احتلام هست که به تعبیر عمومی این که شیطانی بشود، این مورد اولش هست. روایت زیادی در این زمینه داریم. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایتش هست که الماء من الماء، و حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه اذا فزحت الماء، وقتی که احتلام شدی. این تعبیرایی هست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده. پس بنابراین اولین مورد احتلام و شیطانی شدن هست. مورد دوم همبستری هست و در این زمینه هم روایاتی داریم. حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست که اذا جلس بین شعبها الاربع، یا حدیث اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل، یعنی این که به مجرد این که زن و شوهر با هم دیگر همبستری بکنند و در واقع ختنگاه زن و مرد به هم دیگر برسند، غسل واجب شده. در ادامه این روایت هست که انزل او لم ينزل، چه ارضا شده باشند، انزالی صورت گرفته باشد یا اینکه صورت نگرفته باشد. اول احتلام، دوم همبستری و همخوابگی زن و شوهر با هم دیگر، و مورد سوم پاک شدن از حیض و نفاس، پاک شدن از عادت ماهیانه که یا اینکه پاک شدن بعد از خونی که بعد از در واقع زایمان هست. بعد از پاک شدن این بر زن واجب هست که حتما این غسل رو انجام بده، به دلیل حدیث حضرت فاطمه بنت ابی حبیش که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که وقتی که تا زمانی که حیض هستی به اصطلاح غسل لازم نیست، وقتی که ایام حیضت و این خونت بند شد فغتسلی و صلی، برو غسل بکن و بعد از آن نماز بخون. این مورد سوم هست. مورد چهارمش در واقع این است که انسان فوت بکند. برای کسی که فوت کرده باشد هم غسل واجب هست به اجماع مسلمانان. و مورد پنجمش مسلمان شدن فرد کافر هست. فردی که کافر بشه، کافر بوده مسلمان بشه، غسل کردن بر اونم واجب هست به دلیل حدیث حضرت سمامه رضی الله تعالی عنه که ایشون اسیر بودن در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ستون بسته بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز می اومد که سمامه چه خبر هست پیش تو، میخواد احوالش رو بگیرد. سمامه بهش میفرمود و میگفت که یا رسول الله اگر منو بکشی خب حق داری،
من مستحق کشتنم، اگر بر من منت بگذاری این منت تو رو، احسان تو رو فراموش نمی کنم و اگر هم که آزادم بکنی من یک انسان شاکری خواهم بود که حتما از تو سپاسگزار، و اگر مال هم بخواهی من مالم حاضرم که فدیه بدم. مردم این اصحاب همیشه سعی می‌کردند که چون که یک مشکل داشتن از نظر مادی، دوست داشتند که رسول الله صلی الله علیه و فدیه رو بگیره و آزادش بکنه تا اینکه کمکی بشه برای مسلمانان. یک روز دیگر اومد رسول الله صلی الله علیه و آزادش کرد و مسلمان شد سمامه و بعد از این بهش دستور داد که برو در باغ ابو طلحه غسل بکن. این حدیث دلیل بر این است که کسی که کافری که مسلمان میشد غسل بر اون لازم میشه. پس بنابراین مواردی که غسل واجب میشه 5 مورد هستن: احتلام، دوم همبستری، سوم پاک شدن از خون حیض، قاعدگی و در واقع نفاس، چهارم مرگ بعد از که انسان فوت بکند و پنجم هم مسلمان شدن کافر.